سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال آذروکس. اومدم با یه جدید. خب امروز اومدم براتون یه ویدیو بذارم از هیروی پالادین. ببینیم مثلا هیروی پالادین تالنت تانکیش به چه دردی میخوره، چه کارایی انجام میده، چه اسپلایی داره، چجوری محکم میشه، چجوری میتونین خودتون رو توش قوی کنید، به چه دردی میخوره. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اصلی بگم که اسپانسر چنل ما چنل دیسکورد اسکای کراشره. میتونین برای خرید و فروش کردن گلداتون، برای خرید و فروش اکانتاتون، توکناتون بهشون مراجعه کنید. لینک چنلشون رو براتون میذارم داخل دیسکریپشن همین ویدیو. آیدی اونر چنل اسکای کراشر هم براتون روی تصویر تگ میکنم، چون بعضیا پیام داده بودین که نمیشه با لینک به خاطر فیلترینگ وارد چنلشون شید و اذیت میشدین. خب بریم سراغ ویدیو اصلی. روی تالنت تانکی که ما داریم، همینجوری که میبینید، همینجوری که میدونید و میبینید، تالنت ها با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی تالنتی که الان من چیدم شاید این اسپلا به درد یه نفر نخوره، یه جور دیگه بچینه، یه کارهای دیگه با هیروش انجام بده و پیش بره. حالا ما بریم همین تالنتی که داریم و این تالنت تالنت فیکسه برای حالا میتیک زدنتون، برای فارم کردنتون، برای رید زدنتون. میتونید یه حد نرمالی ازش جواب بگیرید. خب بریم ببینیم این تالنت ما بلاش چیکار میکنه. اول از همه بگم پالادین کلن یه هیروی پلیت پوشه، یه هیروی پلیت پوشه واقعا سخت جونیه. اگه بلد باشید باهاش پلی بدید، یاد بگیرید باهاش پلی بدین، واقعا سگ جونه. یه هیرویی که به قول معروف مردن نداره، مگه اینکه دیگه خیلی بریزن سرشو بزننش که بتونید بکشیدش. خب پلیت پوش همینجوری که گفتم یه هیرویی که هم میتونه تا حدودی از رنج بزنه، هم میتونه مله بزنه. خب اینجا ما یه علامت‌های زیر هیل پالادینمون میبینیم، به اینا میگن هولی پالادین. هیل دادنتون چه به بقیه اعضای تیم، چه به تارگتتون، چه به خودتون، اسپلای سنگین ایویتون، سینگل تارگتتون به این هولی خیلی مربوط میشه. و حالا ما 3 تا اسپل اینجا داریم که میتونیم باهاش این هولیمون رو شارژ کنیم. اسپل 1 2 3. بریم تست بگیریم ازش. با اسپل 1مون ببینید همینجوری که دارم اسپلو میزنم میبینید که هولیم داره شارژ میشه. هولی من که شارژ میشه یه سری از اسپلام فعال میشه که الان دونه دونه توضیح میدم. اسپل شماره 1 اون چی کار میکنه؟ میاد یه همر، یه چکش دورتون میچرخونه برای پول کردن توی میتیکا، برای پول کردن توی فارما خیلی به درد بخوره. شما میتونید همین رو یوز کنید، نیازی به تارگت نداره، همینجوری پشت سرتون میاد همینجوری که میبینید و به هر عدی که پشت سرتون هست دی پی اس میده و مخصوصا توی بوستای لول اپ، توی فارماتون نمیذاره عدایی که پشت سرتون میاد بک بخوره. همونجوری که میدونین اعدایی که پشت سرتون میاد اگه بهش TPS ندید باعث بک خوردنشون میشه. این یه اسپله که میتونید باهاش این کارو بکنید. یه اسپل دیگه داره، اسپل شماره 2 ماه که چیکار میکنه؟ یه گدازه از آتیش میندازه زیر پای خودتون. اینم نیاز به تارگت نداره، میتونید خیلی راحت باش پول کنید. یعنی همونجوری که شما میرید اگه این اسپل پشت سرتون انداخته باشه، اینم دقیقاً مثل همون همره، هر کسی از روش رد بشه یه دی پی اس میخوره و بک نمیخوره. که ببینید الان روی دامی تارگت من میندازم، ببینید همینجوری داره یه هات دمیج میندازه زیر پای NPC ها و بهشون دمیج میده. خب اسپل بعدیمون چیه؟ این اسپل شماره 3 مون جاجمنتمون یه اسپل رنجه. یعنی از رنج یه شیلد پرت میکنه، یه ضربه میزنه، یه تیر پرت میکنه که میشه توی تالنت ها دستکاریش کنید. مال من الان سینگله، ولی میتونید ایویش کنید تا 3 تایی 4 تایی بزنه که با اینم کاری نداریم. شما وقتی میخواید هولی شارژ کنید با این 3 تا اسپل 1 2 3، یعنی اگه همین 3 تا اسپل رو شما همینجوری رپید بزنید
هولیتون هیچ وقت خالی نمیشه چون هیچ اسپلی هولی رو یوز نکرده. خب همینجوری نگاه کنید. خب ما این 3 تا اسپلمون رو که وقتی یوز کنیم هولیمون همونجوری که میبینید پر میشه. خب الان بریم سراغ بریم سراغ هیل دادنمون به خودمون، تارگتمون، تیمیتمون و هیل فرندلیمون. شما وقتی هولیتون شارژ میشه با اسپل ورد آف گلوریتون میتونید هیل بدید. از ماناتون استفاده میکنه همینجوری که میبینید. یه هیل واقعا خوب میده. ببینید من الان هولیم تموم شد، گلوریم خاموش شده. دوباره هولیمو پر میکنم، شارژش میکنم، دوباره میتونم به تیمیتم، به فرندلیم هیل بدم باش. یه اسپل هیل دیگه ما اینجا داریم به اسم فلش آف لایت. فلش آف لایت ما چی کار میکنه؟ یه اسپل هیل کستیه، یعنی شما در حال حرکت نمیتونید اینو بزنید. از گلوری ضعیف تره ولی نیازی به هولی نداره. این از ماناتون استفاده میکنه، از مانایی که زیر هیلتون هست. دقت کنید با کست داره کار رو انجام میده. در حال حرکت نمیتونید یوزش بدین، فقط باید ایستاده باشین. توی پی وی پی ها میتونن اینتراپتون کنن وقتی دارین اینو یوز میکنید، چه روی خودتون چه روی تیمیتتون. یه دونه ما اسپل دیگه اینجا داریم که قوی ترین اسپل هیل پالادینه، چه توی تالنت دی پی اسیش چه توی تالنت تانکیش. که این اسپل ما چیکار میکنه؟ این اسپل رو روی خودتون، فرندلیتون، تارگت فرندلیتون یوز کنید. کار نداره که هیلش 1%، 50%، هر چقدر که هست 0 تا 100 هیلش رو پر میکنه. خب اینم شد از این اسپل که وقتی میزنید ببینید 6 میلیون هیل داده الان برای ما به دامیمون. یه اسپل دیگه داریم به اسم دیوان شیلدمون. اینم باز به دیفنسیوتون مربوط میشه. یه اسپل خیلی قویه، تا 15 یارد میتونید یوزش کنید تا فاصله 15 یاردی میتونید یوزش کنید روی فرندلیتون، روی تیمیتتون، که وقتی اینو یوزش میکنید تا 8 ثانیه به هیچ وجه اون تارگتی که اینو روش زدین دمیج نمیخوره. حالا میتونه اون تارگت خودتون باشه، میتونه تیمیتتون باشه. اینم از اینم 2 تا اسپل هیلتون. 2 تا اسپل دیفنسیو قوی دارید که سی تون حساب میشه. اولیش و قوی ترینش اینه که شما وقتی اینو یوزش میکنید تا 50% کمتر دی پی اس میخورید، فرمتون عوض میشه. بعدیش اینه، این تا 20% کمتر دی پی اس میخورید وقتی اینو یوز میکنید. یه اسپل دارید که سوار مونت میشه، میتونید 2 بار شارژش میکنه براتون. با این تالنتی که من چیدم یه اسپل اسپیدم زیر پاتون میندازه وقتی سوار مونت میشید. این اسپل هم داریم که اینم بازم به اسپلای در واقع به قول خودمون گفتنی دمیج خوردنمون، دیفنسیومون مربوط میشه که تارگتیه. اینو فقط و فقط میتونید تارگت کنید روی تیمیتتون که وقتی تارگتش میکنید 30% کمتر دمیج میخوره، ولی نه به اون معنا که 30% کلا کمتر دی پی اس بخوره. نه، اون تارگت شما 30% واقعا کمتر دمیج میخوره ولی اون 30% رو شما به جاش دمیج میخورید. اسپل بعدی ما اسپل دیسپلمونه که میتونید یه سری دیبافایی که روتون میفته رو باش بردارید. اسپل بعدیمون که یه اسپل برای ریس تارنه که میتونه تا 5 تا انمی که مله وایسادن و پیش شما رو استان بکنه. اسپل بعدی تانکی ما اینه که شما وقتی میزنیدش بین 1 تا 5 تا عدی که کنار همن ضربه میزنه. اولین عدی که بهش ضربه زده رو اینتراپت میکنه. یا اسپل تانکی خیلی نرماله که میتونید باش اگرو بگیرید. اسپل بعدی که ما داریم
دیواین تولمونه که دقیقاً مثل اسپل قبلی ماست، ولی چی کار میکنه؟ به جایی که به 5 تا عد بخوره، هر تعدادی که عد دور شما به صورت مله باشه یا رنجش بهش برسه بهش ضربه میزنه. به جایی که یه دونه رو اینتراپت کنه، اینتراپت دست جمعی میده، یعنی به هر کی که بخوره اینتراپتش میکنه. اون کست زردی که زیر انمیتون هست و خیلی راحت اینتراپتش میکنه. و اون ضربه ای هم که داره میزنه، طبق ضربه ای که داره میزنه یه DPS واقعا سنگین میده، یه شیلد خیلی خوب، یه شیلد ابزورب خیلی خوب رو خودتون میندازه. الان اگه دقت کنید، بذار من ریست بدم دمج دانمو. وقتی من اینو یوز میکنم ببینید تا 6 میل واسه ما دمیج داد. یه ابزورب شیلد روی خودتون میندازه، اینتراپت میکنه و اسپل واقعا قویه برای وقتایی که واقعا نیاز دارید به یه دیفنسیو خوب، میتونید ازش استفاده کنید. یعنی الکی نباید بندازینش تو کولدان، مخصوصا توی میتیکا. اسپل بعدیمون این اسپلمونه که چیکار میکنه؟ بین 2 وقتی یوزش میکنید روی ویپنتون، بین 2 تا 5% پریمالیستات بیشتر بهتون میده. یه باف 1 ساعته روی خودتون میندازه. بعد اسپل بعدی که خیلی مهمه، اسپل شیلدمونه. این اسپل چی کار میکنه؟ شما وقتی هولیتون رو پر کردید، هولیتون شارژه، این اسپل براتون فعال میشه، یه دمیج AOE واقعا سنگین میده و یه هیل خیلی ریز توی جی پی میندازه. توی اون رینگی که هستید یه هیل، شارژش کنم دقت کنید، یه هیل AOE کوچولو همون وسط میده براتون. اسپل بعدی ما اسپل CD مونه، یعنی اسپل قوی ترین اسپل ماست که وقتی اینو یوزش میکنیم بازم فرمتون تا حدودی عوض میشه. اسپل همر سینگل تارگت ما کریت میخوره، فعال میشه که وقتی اینو یوز میکنید با این اسپل خیلی راحت میتونید یه سینگل DPS سنگین بدین. گلوریمون کریت میخوره که هیلمون به جایی که یه دونه با گلوری هیل بدید به تارگتتون یا خودتون، 2 تا هیل میدید یا یه دونه هیل سنگین میدید. چیز خاص دیگه این نداره هیروی پالادین. یه اسپل دیگه هم داریم به اسم همر آف جاستیکمون که میتونه یه دونه عدو یه دونه تارگت رو چیز بده، استان بده. اگه دقت کنید یه استان 5 ثانیه‌ای میندازه، 6 ثانیه استان میده. اینم از این. اسپل بعدی ما اسپل ریبوکمونه که یه اسپل اینتراپت کردن سینگلمونه. اسپل بعدیمون هند آفریکونینگمونه که تانتمونه، روی هر اگروی روی هر مابی بزنید تارگتتون میشه، تانت میشه روی شما و چیز خاص دیگه ای نداره. اینم باید دقت کنید که وقتی شما پالادینو میخواد با DPS پلی بدید باید ویپنتون یه دونه تو هند باشه. وقتی میخواید تانک پلی بدید باید یه دونه وان هند یه دونه شیلد داشته باشید. یعنی اگه الان من که تالنت تانکی چیدم بیام بخوام تالنت DPSی بکنم، نصف اسپلای من خاموش میشه، غیر قابل استفاده میشه. همچنین برعکسش، یعنی اگه من الان یه وان هند و شیلد بندازم تالنتمو DPSی کنم، دقیقا نمیتونم باش پلی بدم، نصف اسپلام خاموش میشه و نمیتونم ازش استفاده کنم. بازم مرسی که تا آخر ویدیو اومدید. دیگه ویدیو رو تایمشو بیشتر از این نمی کنم. ممنون میشم حمایتتون کنین، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.